نام او رجب طیب اردوغان است، اما برعکس همنامش رئیس جمهوری ترکیه این جوان 20 ساله نو به سیاست پا گذاشته است. داوطلبی کرسی به مقام رئیس محله است. برای نامش گاه احترام می‌بیند، گاه دشنام می‌شنود. در شبکه‌های اجتماعی البته تنقید هست، ولی نظرهای مثبت نیز می‌بینم. مرا گاه رئیس و گاه نامدوز می‌نامند. بعضی ها میگویند حالا او رئیس ناحیه می‌شود. همین گونه گپ‌ها. پدری نامزد جوان او را برای محبتش بر رهبری ترکیه که رئیس شهر استانبول بود رجب طیب اردوغان نام گذاشته است. همراه با نام به پسرش جاه طلبی سیاسی هم عطا کرده است. رجب طیب اردوغان حالا برای مقام مختار یا رئیس محله گلچوک در شمال و غرب ترکیه مبارزه میبرد. او نباید به خاطر نام پرزیدنت مانع پیشرفت خودش شود. هر کسی دیگری عادی حسن احمد محمد نباید سر نامش شبهه کند و برای موفقیت کوشش نماید. Yani ismini unutaraktan başarıya koşmasını istiyorum ben. رجب طیب اردوغان یکی از رهبران بزرگ زمانه است. انشالله دوست ما راهی او را پیش میگیرد. سلام علیکم. nasılsınız؟ و یک نفر که رجب طیب میتواند به او تکیه نماید برادر و مشاورش طلحه است. من به او گفتم اگر به خود باور داشته باشی همه کار را میتوانی. من همیشه در برش هستم، حسد نمیبرم. ما هر دو یک مرام هستیم. من بعضا او را سرزنش میکنم و میگویم مختار این کار را نکن، این را نکن. من و مشورت هایم را گوش میکنم. انتخابات مجلس های محلی ترکیه روز 31 مارس صورت میگیرد، روزی که ممکن است این رجب طیب اردوغان را هم شناخته کند.